Biomedical engineering is where innovation meets the human body. درود به همگی، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو چنل ما. خب ما امروز تو این ویدیو فهمیدیم که مهندسی پزشکی چیه، قراره تو چه زمینه‌هایی فعالیت کنیم، چجوری قراره دانش کسب کنیم و دانشمون رو بیشتر کنیم و یه نکته خیلی مهم کرد. خب چی بگم واسه ببینم؟ اوکی. از اونجایی که واقعا از اونجایی که خیلی خوشحال میشیم که چنل ما رو سابسکرایب بکنید و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار. درود به همگی، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو چنل ما. من آنایتا، منم رقیه، دو تا دانشجوی مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم و تحقیقات و اینجاییم که با هم دیگه وارد یک دنیای جذاب و کمتر شناخته شده مهندسی پزشکی بشیم. پس اگر دوست دارید بیشتر راجع به مهندسی پزشکی بدونید تا آخر ویدیو همراه ما باشید. خب اولین موضوعی که می‌خوایم بهش بپردازیم در مورد که اصلا رشته مهندسی پزشکی چی هست و درباره چیه، چون واقعا خودمون هم توی این شرایط بودیم که واقعا هیچی در موردش نمیدونستیم، یعنی هیچ راهنمایی هم نبود که ما کمک بکنه. صرفا یه اسم مهندسی پزشکی می‌دونستیم که خب اوکی این مهندسی پزشکیه، هست وجود داره. برای همین الان تو خودت به عنوان یک دانشجوی رشته مهندسی پزشکی توی مقطع لیسانس با توجه به اون تجربیاتی که داشتی چطوری رشته رو تعریف می‌کنی؟ ببین خیلی ساده بخوام تعریفش کنم، میشه استفاده از علوم مهندسی در حوزه پزشکی که حالا شامل یک سری دستگاهات پزشکی میشه. آره دیگه، تمام دستگاهات، همه اون ابزار، حتی کوچکترین ابزارها و تجهیزاتی که می‌بینید هم توسط مهندسان پزشک درست میشه. که حالا یه نکته‌ای هم هست و خیلی هم مثبت و خوبه، اینه که مهندسی پزشکی ترکیبی از رشته‌های برق، مکانیک، مواد و متریاله و اینکه فقط توی حوزه نیستش، میان رشته‌ای کاربردیه، توش رشته‌های دیگه هم دخیله. دقیقاً، و همین ویژگیشه که باعث میشه خب این رشته مقدار میدونی رشته حجیم و سنگینی به نظر بیاد و واقعا هم همینه، یعنی واقعا رشته‌ای که خیلی همه جانبه است دیگه. همه علوم، یعنی اکثر علوم، مهندسی برق، مکانیک، پزشکی، واقعا همه چی هست، پزشکی واقعا، و همه رو باشه خب خیلی سخت و سنگین به نظر بیاد. و سوالی که ممکنه پیش بیاد چیه، اینه که آیا وقتی وارد دانشگاه میشیم قراره که همه این درس‌ها رو با هم دیگه کاور بکنیم و تا آخر ببریمشون جلو؟ خب ببین متاسفانه یا خوشبختانه اینجا یه بحثی به وجود میاد به اسم انتخاب گرایش که شما انتخاب میکنید از این رشته تو چه حوزه‌ای میخواید تخصصی تر ادامه بدید. حالا کی 3-4 ترم به بعد که حدودا میشه 55 واحد درسی به بالا. آره، و یه نکته هم که یادم اومد بگم در مورد همین انتخاب گرایش اینه که در واقع این که حالا بعد 3-4 ترم میتونی انتخاب کنی، الان یعنی تازگی‌ها این اتفاق افتاده. قبلا بچه‌ها متأسفانه از بعد ورود به دانشگاه میگفتن که خب بیا این مهندسی اینم گرایش، یکیشو انتخاب کنی بری توش کار بکنی. آخرم واقعا باید همون رو بزنی. اون موقع نمیدونستم اصلا مهندسی پزشکی دوست دارم یا نه، بعد انتخاب گرایشش هم همون ما خودمون همین الان که مثلا 3-4 تا گذاشته نمیدونیم چی می‌خوایم. وای به حال اونا. دقیقاً. و حالا اگه بخوام از متداول ترین گرایش‌ها که گفتیم نام ببریم، بیومتریال، بیو الکتریک، بیومکانیک و بالینیه که حالا هر کدوم یک دنیای وسیعی هستن که فیلد کاری مخصوص به خودشونو دارن. دقیقاً. مثلا همین گرایش بیوالکتریک که میگیم مربوط میشه به خب علوم مهندسی برق در کنار رشته پزشکی، یا مثلا همین مکانیک دوباره برمیگرده به همون علوم مکانیکی که با پزشکی ترکیب میشه، مثل تو بحث توانبخشی و حالا طراحی اجزای مثلا مصنوعی، یا همون گرایش متریال که هم میشه به همون بیشتر تو کار تحقیقاتی و ریسرچی، بحث داروسازی هوشمند، اینا میرن بچهای متریال کار میکنن. و بچهای بالینی هم که میرن توی حوزه حالا همون کلینیکی دیگه، حفاظت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات بیمارستانی که حالا توی ویدیوهای بعدی در مورد گرایش بیشتر توضیح میدم. حالا نکته‌ای که وجود داره و سوال اصلی خیلی هاست و همچنین تبدیل به دغدغه هم شده، اپلای پذیر بودن و بازار کاره. آیا رشته مهندسی پزشکی بازار کار خوبی در حال و آینده داره؟ آیا اپلای پذیر هست یا نه؟ و این اسم قشنگش باعث میشه که اینا خوب باشن؟ آره خب ببین اصلا کلا بازار کار و الان اپلای به قول خودت دغدغه شده، یعنی بازار کار و اون درآمد و شغل و اینا خب خیلی مهمه برای همه. و یه نکته که وجود داره اینه که شما تو دوره کارشناسیتون
یک واحدی رو میگذرونید به اسم، یعنی قبل از اینکه فارغ التحصیل یک واحدی رو میگذرونید به اسم واحد کارآموزی که همین باعث میشه که بچهای مهندسی پزشکی کمک بشه که دقیقاً میخوان تو کدوم فیلد کاری برن و فعالیت کنن، یعنی میاد اونا رو با محیط کاری آشنا میکنه. حالا این فیلدهای کاری که گفتی خیلی گسترده است، میتونه فروش، خرید قطعات و لوازم پزشکی باشه، میتونه صادرات واردات باشه، تولیدشون باشه. میدونید مهندسی پزشکی تک بعدی نیست، واقعا خیلی بازار کار گسترده‌ای داره و واقعا اینا که من میگم خلاصه نمیشه. و حالا نه تنها تو این رشته، توی همه رشته‌ها، انسانی، ریاضی، پزشکی، بازار کار دست اونی که تخصص داره و در کنار تخصصش هم عرضه انجام اونها رو داره. دقیقاً، چون واقعا الان دنیا داره به سمتی میره که همه چیز رو ریز بریزتر میخوان، جزئی تر میخوان و دنبال کسی هم میگردن که تخصصش این کار باشه و بتونه به صورت تخصصی این کار رو انجام بده. و چقدر خوب میشه که آدم مثلا حالا در کنار این که داره اون تخصص خودش هم میبره جلو، بتونه حالا از منابع دیگه، از حالا مثلا ما خودمون تو مهندسی پزشکی، مثلا شما اگر گرایش بیومکانیک هستی، چقدر خوب میشه که در کنارش از گرایش دیگه هم صرف نظر نکنید و اونا رو هم توی مجموعه خودتون قرار بدید. یعنی خودمون رو آپدیت کنیم. آفرین، همیشه با حالا اطلاعات روزانه آپدیت بشیم، چون همون بحث بازار کار که میاد وسط، در واقع هم واحد کارآموزی که گفتم، ممکنه که شما مثلا تو دوره کارآموزیتون با اون گرایشی که در واقع رفتید انتخاب کردید برخورد نکنید، یعنی یه گرایش دیگه باشه. و حالا این مهارت‌هایی هم که میگیم فقط مهارت‌های رشته خودمون مختصر نمیشه. مثلا زبان انگلیسی که واقعا مال همه رشته هاست، مال همه حوزه هاست. حالا بخوایم راجع به حوزه خودمون هم بگیم، بعضی برنامه‌ها مثل سالید ورک یا حالا برنامه‌نویسی‌های مختلف، اصلا مطلب و پایتون و همه اینا میاد وسط و خب برنامه‌نویسی که اصلا کلا اصول و پایه مهندسی، یعنی همه مهندسا بلد باشن واقعا. و چه بهتر که در کنار اینکه بلدم هستن بتونن باهاش پروژه‌های کوچیک رو انجام بدن. پروژه کوچیک، حالا اصلا نه، پروژه کلا، حالا هر چقدر میخواد، چه بزرگ باشه چه کوچیک باشه. خب ما امروز تو این ویدیو فهمیدیم که مهندسی پزشکی چیه، قراره تو چه زمینه‌هایی فعالیت کنه، چجوری قراره دانش کسب کنیم و دانش‌هامون رو بیشتر کنیم. و یه نکته خیلی خیلی مهم که اگر تو هر رشته‌ای هستید یا هر رشته‌ای می‌خواید بخونید به دردتون خواهد خورد، اینه که به دانش دانشگاهی بسنده نکنید، دنبال کارهای عملی باشید، تئوری دانشگاهتون رو توی سطح خوبی نگه دارید و همین. دقیقاً. و اصلا کلا ما هدفمون از این ویدیو این بودش که بتونیم کمک کنیم به سری بچه‌ها که حالا دنبال رشته مهندسی پزشکی ان و مثل ما یه زمانی اطلاعاتی نداشتن، راهنمایی نداشتن. امیدوارم که این ویدیو واقعا کمکتون کرده باشه. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید و خوشحال میشیم که کانال ما رو سابسکرایب بکنید. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.